هر چند سالی یه بار یه شرکتی تصمیم میگیره قوانین بازی و بازنویسی کنه. این بارم نوبت هواویه و پیورا 80 اولترا ساخته شده نه برای همه بلکه برای خاص‌ترین ها. کاری کرده که هیچ کس تا حالا انجام نداده. سیستم دو تلفوتو در یک ماژول پریسکوپی متحرک با قابلیت سویچ فیزیکی بین دو منشور نوری، همین چیزی که مشاهده میکنید. زوم اپتیکال 3.7 و 9.4 برابری، هر دو روی یک سنسور واحد با یک منشور متحرک تنظیم میشن، کاملا بدون افت کیفیت بین فواصل و با الگوریتم زوم تطبیقی پیوسته. شیشه‌ای با فریم تیتانیومی و دارای گواهی IP68 و 69، چیزی که گلکسی و آیفون نداره. این مدل نسخه ای از اسکایرین 9010 با هسته های سفارشی و پردازنده گرافیکی داخلی توسعه یافته، 5700 میلی آمپر حافظه، 1 ترابایت رم، 16 گیگابایت. و شما نظرتون چیه؟